سلام دوستان، من از سایت پیج محمد سامور هستم. در خدمت شما ویدیو دیگه گذاشتن مود ترینر به بازی جی تی آی وی. در صدا ترینر میخوام براتون بذارم که صداش هم درجه 1 و خیلی خوبم هستم و میتونید ازش به راحتی استفاده کنید. خب بریم سراغ ویدیو. خب اینجا میایم مینویسین دانلود مود مود ترینر برای جی تی آی وی. خب میزنیم و میاد براتون. خب من بیشتر که بدون نمیکنم، بعد هر چیزی هست ولی زرگین باز یکم بیشتر ترینر میذاریم، یعنی باز مثلا بعد پیجاز یکی بیشتر نده ولی زرگین بزنیم برشه. خوی اولین مود که اینه، این ترینرشه و ترینر خیلی خوب ازه و من خودم دارم باش کار میکنم. برای مود گذاشتن چی خیلی راحته و به راحتی میرسه. خب بریم بزنیم. خب شما باید دانلود میکنیم تا دانلود چه. خب بعد این محله با اوپن آی وی چیزی لازم نداریم با خودش که اینجا زده. خب اینجا همه چیزاشو گذاشته. بعد اینجا باید کلن اینو این 3 تا 4 تا بریزیم توی فایل اصلی خود بازی. خب اینجا اینا رو اینجوری میگیرین. کلن آسون ترینر گذاشتنش کاری نداره. اینجا میذاریم، بعد رمزشو میزنیم. بازم رمز نداره. خب من قبلا ریختمش، این علامت رو میده. خب کار نداریم. خب اینم از ترینر اولی. خب ترینر دومی که میخوام براتون بریزم، میریم تو همین. خب 1400 بگی بازی کم جایتره. این همونه که من نصبش کردم و آپدیت شده. خب اسپانی ترینر. بعد اینجا اگه دید نایمه براتون ترینر ها بزنید. ترینر ها منوی همه کاره آپدیت ترینر. تمام ترینر های بازی جی تی آی وی بهترین نسخه و راهنما آموزش. خب ما داریم بهتون میگیم. یکی اینم خوبه، ما خواهیم ماشین بهش اضافه کنیم راحتی، که مثلا ماشین اضافه کنید دیگه نمیخواد دو ساعت بگین دنبالش پیداش کنید. خب دیگه نمیخواد ماشین برای اینکه بیاین زده با اجرای این ترینر از کلید F8 اولیت داره میگه. دومی گفته با F3. او میگه اینم میتونین رمزه مثل رمز تانگ و پول بینا هم دست تا اینم مثلا منا. خب ما این میتونیم باشه میتونیم پول بیاریم. فکر میکنم تا حدود $1000 براتون میاره. خب حالا دانلودش کنیم. دانلود ندادم. اسمش چیه؟ اسپانه. خب من اینجا میگیریم. همین دانلود مود. خب اینجا باید میگم فول کده، نه زرگین باز بکن بهتره. خب دقیقا خودشه. بعد اینو با دانلود میکنین و بیاره کبیر. خب اینو بعد هم تو جای نصب بازیتان چی کنین؟ کپی کنین. هم تو اسکیپیتس. حالا اسکیپیتس هم الان میذارم براتون که راحت باشین. خب اینم از این. خب اینم از این. یکم تو اسکیپیتس هم بذارین که راحت باشین دیگه چیز نه. خب اینم از این. یکی که بیشتر که لازم میشه که اسکریپت هستش، اسکریپت رو اینجا نه برای کامل اسکریپت اینجا میذاریم. بعد دانلودش مون دیگه. اینا دقیقا خودشه. اینو بعد در محل بازی دیگه دانلود کنیم و هرچی داره. بعد
اسکیپیتو یک چیزا شدم. اسکیپیتو نمیشه برای جی تی آی که نسخه پایین اورجینال نیست که پایین تره نمیشه گذاشت. یک ارور میده و شما رو اذیت میکنه. پس یک رو باید بذارین که اذیت نه. بعد یک اروری میده. بعد اروره من خودم قبلا داشتمش تو همین کامپیوتر کیس. بعد داشتم همینجوری هنگ میکرد. چند بار بازیم که هنگ کرد دیگه نیمه بالا دیگه بدون مود بازی میکردم بازی رو. این ترینر نداشت دیگه. خب اینم از نصب بازی همین ترینر. بعد یکی دیگه هم دانلود اسکیپیت هودوی. اسکیپیت هودوی یاد گفتم چطوری بوده خدایا. خب منوی اسکیپیت هودوی خب این از اسکیپیتتون. حالا میرسی اینجا دانلود مود اسکیپیت هودوی برای بازی جی تی آی وی. خب اینجا میاری پل میگم. خب ولی اسکیپیت هودوی و زرگی نداره فکر کنم. من اینم خوب اگه خودش باشه. نه وای نیست پل میگ. آنه همینه. اسکیپیت هودوی هم مثل چی اما ترینر خوبه. ترینر هم بگم. آخه این رفته چی؟ اسکیپیت هودوی منم خودم زرگین. اسکیپیت هودوی زرگین چیه؟ نه خودشه. نه اینجا داره. این برام اسکیپیت هودوی که گفتم میگه این مثلا برای اینه که نسخه‌شون خیلی پایینه اینو ارور برای شما میده. اینو همیشه باید نور بزن. بعد پیشنهاد نمیدم اینو بریزین که اذیت میکنه. اما اسکیپیت هودوی رو بریزین اما اینو نریزین. اذیت میکنه و ارزش کلا نداره اصلا. خب میذارم دانلود شه. بعد اینو فکر میکنم نداره. بعد اینا رو یکی میریزین توی اسکیپیتستان. یکی هم میریزین توی محل نصب خود بازی که راحت تر باشه و ساده تر باشه دیگه. خب بعد که این کارو کردیم دیگه نیاز به چیز دیگه ندارین و بره بازیم دیگه. الان ترینرها ریخته. بریم سراغ تست خود بازی. حالا تا بازی بالا بیاد ویدیو استوب میکنم که شما حوصلتون سر نره. خب بازی بالا اومد و الان میخوایم بهتون نشون دهیم. خب این تو داخل بازی. خب یکی F3 بود که برای ماشین که مخواستیم بزنیم. این قسمت واشینگ آخرین قسمت بود به نظرم که برای واشینگ نیست. حالا یک بعد یکی F4 که حالا یکم F4 که اینم مثل بعدم نمی کنه. خب یکی هم F8 یکی بازه که هم پیشرفته تره و به درد بیشتر میخوره و خیلی هم خوبه. بعد دیدی بعضی هم مثلا اینجوری راه میرن رو آسمون. اینو دقیقا میان قسمت آخر یکی میده به آخر. این اولیه فعال میکنین. اینو فعال کنین دیگه زده F3 میتونید برین چی. اینم از ویدیو امروز. ممنونم که تا اینجا ما رو دنبال کردین. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار. لایک و کامنت و یادتون نره. خدا حافظ شما.